چه اتفاقی قراره تو 30 جولای بیفته که همه چشم‌ها بهش دوخته شده؟ فدرال رزرو میخواد تصمیم بگیره که نرخ بهره رو پایین بیاره یا نه. این تصمیم میتونه روی بازار سهام، بیت کوین، طلا و حتی قیمت خونه‌ها تأثیر مستقیم بذاره. اما همه نشونه‌ها میگن که هیچ کاهش نرخی در کار نیستش. چرا؟ چون بازار کار قویه و بیکاری پایینه و تورم دوباره داره میره بالا. اونم به خاطر تعرفه‌هایی که ترامپ گذاشته. حتی پاول رئیس فدرال رزرو گفته اگه تعرفه‌ها نبودن تا حالا نرخ بهره رو آورده بودیم پایین. حالا فدرال رزرو گیر کرده بین رشد تورم و فشار دولت برای کاهش نرخ بهره ها. ولی فعلا راهی نداره جز اینکه صبر کنه ببینه تاثیر تعرفه‌ها واقعا چطور هستش. طبق آمار رسمی فقط 4% احتمال داره که تو جلسه 30 جولای نرخ بهره ها رو کاهش بدن. یعنی تقریبا 0. اما جلسه بعد از جولای فدرال رزرو توی سپتامبر هستش و اونجا اگه تورم کنترل نشه باز هم کاهش نرخ بهره ممکن نیستش. اگه این شرایط ادامه پیدا بکنه کاهش نرخ بهره ها میفته به سال 2026 وقتی که رئیس فدرال رزرو عوض میشه و احتمالاً سیاست‌های چاپ پول دوباره شروع میشه. پس فعلا منتظر سقوط نرخ بهره ها نباش. ولی برای اون لحظه آماده باش چون ممکنه بازار منفجر بشه. لطفاً نظرت رو برام بنویس، ویدیو رو لایک و سیو کن و برای دوستات بفرست تا در جریان این اطلاعات بمونن. مرسی.